به نام یهوه خالق مهربان. سلام خدمت بینندگان گرامی و شاگردان عزیز، خوش آمدید به آموزش مضامین مکتب و به بیولوژی صنف نهم. بیولوژی صنف نهم جلسه سوم با شما عزیزان رسیدیم. جلسه سوم ما در مورد سیستم تنفسیه. در ابتدا سیستم تنفسی رو با شما یک تعریف از سیستم تنفسی داریم. سیستم تنفسی میگیم سیستمی که اکسیژن هوا جذب و کربن دی اکساید هوا دفع میکنه. اکسیژن یکی از مهمترین عناصر مورد ضرورت برای سوختاندن مواد و تولید مواد غذایی برای بدن زنده ها محسوب میشه. خود ساختمان سیستم تنفسی. ساختمان سیستم تنفسی شامل میگیم دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش‌ها می باشه. وقتی هوا از طریق بینی وارد بدن میشه، از حلقوم و حنجره گذشته و از طریق قصبه ریه به برانش‌ها به شش‌ها میرسه. نهایت زمانی که به شش‌ها میرسه، در کیسه های هوایی که در بین شش‌ها موقعیت داره تبادل گازات صورت میگیره. خود اعضای سیستم تنفسی. اعضای سیستم تنفسی به تصویر دقت کنیم. اعضای سیستم تنفسی ما شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه ریه و برانش ها می باشه. دو تا برانش داریم، برانش راست و برانش چپ. در آخر هم شش‌ها موقعیت داره. جوف بینی. هوایی که به جوف بینی داخل میشه توسط مایع لزجی، مژه‌ها و موهای داخل بینی تصفیه میشه. بعضی هوا کمی گرم میشه، مرطوب میشه و همونجا بعضی از میکروب ها و ذرات گرد و غبار که هسته از بین میره. بعد از بینی هوا وارد حلقوم میشه. حین تنفس از حلقوم تنها هوا میگذره، چون گفتیم در قسمت بینی هوا تصفیه و پاک شده بود. بعضو تنها هوا از این میگذره، همانطور که ما پیشتر به درس‌های گذشته خونده بودیم. زمانی که ما غذا را بلع میکنیم، مواد غذایی و آب که ما میخوریم، خود مجرای تنفسی به وسیله زبانچه حلقوم اون مسدود میکرد که گفتیم تا غذایی که ما میخوریم به داخل حنجره ما نشه و مشکل ایجاد نکنه و مواد خوراکی به طرف میراند و به داخل حنجره نمیشد. خود حنجره بعد از ختم حلقوم قرار داره. بعد از ختم حلقوم ما حنجره قرار داره که دارای دو پرده یا تناب‌های صوتی می باشه. حنجره دارای دو پرده تناب‌های صوتیه که توسط اهتزاز پرده صوتی از اثر انقباض و انبساط عضلات که به زو وصله صدا تولید میشه. و خود ساختمان از تناب‌های صوتی در مردها و زنان متفاوت می باشه. بنابراین خود لحن یا صوت مرد و زن هم متفاوت می باشه. صدای زن نسبت به مرد باریکتر می باشه. قصبه ریه. به این قسمت تصویر دقت کنیم. این قسمت به نام قصبه ریه یاد میکنن. گفته تعریف از قصبه ریه داریم. گفته یک میله میان خالیه قضروفیه. میله میان خالی یعنی داخل خالیه و شکل قضروف به خود داره. بعد از حنجره قرار داره، یعنی اولین قسمت قصبه ریه ما حنجره و بعد از حنجره ما خود قصبه ریه می باشه. هوا از او عبور میکنه. زمانی که هوا از قصبه ریه عبور میکنه و به برانش ها گفتیم انتقال پیدا میکنه. خود حدود قطر قصبه ریه ما، قطر قصبه ریه 2.5 سانتی متره و طول زو 11 سانتی متر می باشه و از طرف بالا به حنجره و از پایین به برانش چپ و برانش راست پیوست خورده یا ارتباط داره. میگیم قصبه ریه توسط مژه‌های مرطوب پوشیده شده. داخل قصبه ریه مژه‌های مرطوبه که در تصفیه و بیرون راندن میکروب و ذرات خاک کمک میکنه. مثل جوف بینی ما گفتن در داخل جوف بینی خود مواد لزجی و مژگک‌های وجود داره که به خاطر که میکروب ها و گرد و غبار پاک میکرد، تصفیه میکرد و همچنان سبب میشد که هوایی که ما تنفس میکنیم یا اکسیژنی که ما میگیریم اون مرطوب و گرم میکرد. تقریبا شباهت داره به جوف بینی ما. این هم دارای مژه‌های مرطوبه که این هم سبب میشه که در قصبه ریه هم تصفیه صورت بگیره و همچنان گفته در بیرون راندن میکروب ها و ذرات گرد و غبار این کمک میکنه. و قسمت بعدی برانش ها می باشه. نهایت
قصبة الریه به نام برانش ها یاد میکنن. برانش راست داریم و برانش چپ داریم. میگیم همانطوری که پیشتر گفتیم انتهای قصبة الریه به دو شاخه یا دو برانش تقسیم میشه. این قصبة الریه به دو شاخه که این شاخه ها ما به نام برانش ها یاد میکنیم به دو شاخه تقسیم میشه یا به دو برانش تقسیم میشه که برانش راست داریم. برانش راست ما به شش راست ما ارتباط داره و برانش چپ داریم که برانش چپ به شش چپ ارتباط داره یا وصله. شش ها، خود شش ها در تصویر میبینیم. این قسمت به نام شش یاد میکنن. شش راست داریم و شش چپ داریم. شش ها بالون های پر از هوایند. نوع بالونن که پر از همه اکسیژن و هوایی که ما میگیریم داخل شش ها میره، سبب میشه که شش ها یا می بالون ها پر از اکسیژن بشن. شکل دیگه حالتی که اینا دارن اسفنجی و الاستیکی شکلن. در بین قفسه سینه قرار دارن و هم به طرف چپ و طرف راست قلب قرار دارن و برانش ها به داخل شش های خود می برانش ها که تقسیم میشه میره دو تا برانش گفتیم داریم، برانش راست و برانش چپ. برانش ها به ارتباط داره یا وصلن به شش ها. دیگه کوچک و خود برانش ها زمانی که برانش ها در داخل شش ها میره به شاخه های کوچکتر تقسیم میشه. شاخه های کوچکتر به نام برانشیول ها یاد میکنن. شاخه های کوچکتر از برانش ها به نام برانشیول ها یاد میکنن که در قسمت برانشیول ها کیسه های هوایی وجود داره و شکل که اگه دقت کنیم زمانی که اینا به برانشیول ها تقسیم میشن و به این قسمت ها از اینا کیسه های هوایی وجود داره. خود این کیسه های هوایی اگه اینا هم با هم یک جا ببینیم شباهت داره به خوشه انگور. خود برانشیول ها و کیسه های هوایی شباهت به خوشه انگور داره که در کیسه های هوایی که در داخل شش ها موقعیت داره و قرار داره تبادله گازات صورت میگیره. مراحلی که طی کردیم در ابتدا اکسیژنی که میگیریم توسط بینیه، از بینی انتقال میدیم به حلقوم، بعد به حنجره، بعد از حنجره به قصبة الریه. زمانی که هوا یا اکسیژنی که ما گرفتیم از قصبة الریه عبور میکنه تقسیم میشه به دو برانش. برانش ها به باز دو شاخه هست. برانش راست داریم و برانش چپ داریم. به همون ترتیب دو تا شش هم وجود داره در اعضای سیستم تنفسی ما، شش راست و شش چپ. برانش ها به شاخه های کوچکتر تقسیم میشن که به نام برانشیول ها یاد میکنن و خود برانشیول ها دارای کیسه های هوایی هستند که کیسه های هوایی در هر شش میلیون ها کیسه هوایی وجود داره. در هر شش یک انسان دو تا شش داره، پس در هر کدام از این میلیون ها کیسه هوایی وجود داره که در کیسه های هوایی تبادله گازات خود تبادله گازات صورت میگیره. به قسمت دقت کنین. در هنگام گرفتن اکسیژن زمانی که اکسیژن میگیره خود قفسه صدری حجم زیاد میشه و زمانی که به وارد شش ها میشه حجم قفسه صدری ما کم میشه. فعلا اکسیژن میگیره وارد شش ها شد و این قسمت حجمی کم میشه. به این قسمت هم گفتیم که خود برانش ها و برانشیول ها به شاخه های کوچکتر به نام برانشیول ها تقسیم می شدن که به قسمت برانشیول ها کیسه های هوایی موقعیت داره. اینا شامل کیسه های هوایی هستند که شکل گفتم شکل خوشه انگوره برای خود میگیرن و اینا به نام کیسه های هوایی یاد میشه که کیسه های هوایی گفتیم میلیون ها هر شش میلیون ها کیسه هوایی داره که در کیسه های هوایی تبادله گازات صورت میگیره. عملیه تنفس. عملیه تنفس داخل شدن هوا به شش ها و خروج هوا از شش ها میگن. عملیه تنفس چی رقم صورت میگیره؟ زمانی که ما اکسیژن میگیریم یک نوع عملیه که عملیه به نام عملیه تنفس یاد میکنن. وقتی که ما اکسیژن میگیریم اکسیژن یا هوایی که ما گرفتیم وارد شش ها میشه و زمانی که ما اکسیژن پس از بدن خارج میکنیم او خروج از شش ها میشه. این به نام عملیه تنفس یاد میکنن. در دخول هوا حجم خود قفسه صدری زیاد میشه که سبب کاهش فشار در داخل قفسه صدری میشه. در نتیجه هوا داخل شش ها میشه و برعکس کوچک شدن حجم قفسه صدری باعث بلند رفتن فشار در داخل قفسه صدری و خروج آن از شش ها میشه. مثل که قبلا گفتم زمانی که ما اکسیژن میگیریم حجم قفسه صدری ما زیاد میشه. وقتی که اکسیژن از بدن خارج میشه و زمانی که اکسیژن وارد شش ها میشه حجم
کمتر میشه. میگیم خود تعداد تنفس در انسان‌های بالغ در یک دقیقه تعداد تنفس 12 الی 20 مرتبه در یک دقیقه اونا تنفس میکنن، ولی این تنفس در هنگام استراحت، در هنگام انجام دادن کار و ورزش متفاوت می باشه. مثلا کسی که استراحت میکنه تعداد تنفسی از 12 الی 20 هم کمتره، ولی اشخاصی که در حال انجام کارن یا در حال انجام دادن ورزشن تعداد تنفس اینا زیادتر میشه. به این نکته دقت کنیم زمانی که ما این تعداد تنفس یک شخص اندازه کنیم که مثلا در یک دقیقه چند مرتبه تنفس میکنه، نباید برای شخص بگیم که ما این تعداد تنفس تو چک کنیم، به خاطر که او خود چخور از دست میده، یعنی نمیتونه کنترل کنه، تنفس کشیدن خود کنترل کنه، یک دم زیاده یک دم کم، یعنی کنترل سریو نداره. پس بنابراین وقتی که زمانی که ما تنفس یک شخص اندازه گیری کنیم باید بدون از اینکه برای شخص بگیم اندازه کنیم. انتقال گازات توسط خون، گازاتی که ما میگیریم توسط چی انتقال میکنه؟ میگیم که توسط خون. اکسیژن بیشتر به وسیله هموگلوبین که در کرویات سرخ خون موجوده انتقال داده میشه. خود اکسیژنی که ما میگیریم به وسیله هموگلوبین در قسمت کرویات سرخ خون ما موجوده، توسط هموگلوبین انتقال داده میشه. کربن دی اکساید در خون بیشتر به شکل محلول در پلازمای خون به قلب و از آنجا جهت اطراح به شش‌ها برده میشه. خود کربن دی اکساید که هسته در خون ما بیشتر به شکل محلول پلازمایه و زمانی که به قلب انتقال داده میشه از اونجا جهت اطراح به شش‌ها انتقال داده میشه یا برده میشه. امراض سیستم تنفسی ما شامل ریزش، آنفولانزا و توبرکولوز می باشه. در ابتدا ریزش با شما میخونیم. عامل ریزش، خود عامل ریزش یک نوع ویروس یا یک نوع ویروسیه که توسط میکروسکوپ الکترونی قابل دیده. خود ویروس ها ما نمیتونیم به چشم ببینیم چون یک ذرات خیلی کوچکن و به توسط چشم قابل دید نیست. ما باید از میکروسکوپ ها استفاده کنیم و در هر موسم موجودن. یعنی این ویروس ریزش که هست در فصل بهار، تابستان، خزان و بیشتر ما میفهمیم در فصل هایی که هوا سرده یا تغییر فصل که باشه آب و هوا رو به تغییر کم سردتر و گرمتر میشه، سبب به وجود آمدن مریضی ریزش میشه. عامل مرض توسط لعاب دهن و بینی در وقت سرفه زدن عطسه از بدن مریض خارج میشه. زمانی که یک مریض مبتلا به مریضی ریزشه، زمانی که عطسه میزنه، یک دستمال دهن خونه میگیره، سبب از اون میشه ویروسی که در داخل بدن ازونه پخش بشه شخص سالم را مبتلا بکنه. پس بهتره زمانی که ما مبتلا به مریضی ریزش میشیم تمام حفظ الصحه درس گذاشتن ما خوندیم، باید حفظ الصحه خور مراعات کنیم. زمانی که ما حفظ الصحه خور مراعات کنیم سبب از این میشه که خود ما زودتر خوب بشیم و اشخاص یا فامیلی که پیش ما موقعیت دارن با هم یک جا زندگی میکنیم اونا رو هم دچار از مریضی نکنیم. رعایت حفظ الصحه شخصی در مبارزه علیه شیوع ریزش و امراض مشابه از او خیلی کمک میکنه. زمانی که ما حفظ الصحه خود رعایت کنیم زودتر بهبودی حاصل میکنیم، یعنی زودتر حال ما خوب میشه. مریضی بعدی آنفولانزا. عامل مرض یک نوع دیگه ویروسه که با ویروس ریزش ما متفاوته. این مرض علاوه بر علائمی که در ریزش دیده میشه، علائم آنفولانزا با ریزش شباهت های داره، ولی علاوه بر علائمی که در ریزشه علائم دیگه هم داره، مثل اینکه مریض تب شدید داره، سردردی ناراحت کننده داره، همچنان سوزش بینی داره، خارج و افرازات رقیق و غلیظ از بینی داره. علائم دیگری هم وجود داره. مرض آنفولانزا نسبت به مریضی ریزش مدت زمانی بیشتره و نیاز به تداوی و توجه بیشتر داره و استراحت بیشتر هم نیازه. توبرکولوز یا مرض سل به نام مرض سل هم یاد میکنن. تا کنون به حیث یک مشکل بزرگ صحی در کشورهای رو به انکشاف باقی مانده. کشورهای رو به انکشاف تمام اشخاص از او بیشترین اشخاصی به مریضی توبرکولوز یا مریضی سل مبتلا میشن و اگر تداوی نشن حتی سبب مرگ میشه. مرض توبرکولوز توسط باکتریا به میان میایه و زیادتر از طریق تنفس هوا و قطره های ملوث به عامل مرض انتقال پیدا میکنه.
همچنین توبرکولوز از طریق نوشیدن شیرهای ملوث، ظرف‌ها، لباس‌ها، رویپاک‌ها و دیگر اشیای ملوث به شخص سالم انتقال پیدا میکنه. یعنی که یک شخصی که به مریضی توبرکولوز دچاره مبتلا شده، ما بگیریم همزمان از ظرفی که او استفاده میکنه، مثلا قاشقی که او غذا میخوره ما هم غذا بخوریم، یا پیاله‌ای که او آب مینوشه ما هم بنوشیم، سبب از این میشه که ما به مریضی توبرکولوز مبتلا بشیم. علائم مرض شامل سرفه دوامدار، مشکل‌های تنفسی، خستگی، تب، کم‌اشتهایی، لاغری، سینه دردی، بلغم خوندار و غیره می باشه. به اطفال زمان اینا از جمله علائم توبرکولوزه. اطفالی که تازه متولد میشن یعنی نوزادن، ما میگیریم برای اونا واکسن BCG تطبیق میکنه که واکسن BCG سبب میشه که در مقابل مرض توبرکولوز یک معافیت حاصل کنن. واکسن BCG کار میکنه که در مقابل خود مرض یک معافیت بدن اینا داشته باشه. در این جلسه که ما با شما خواندیم، در ابتدا در مورد سیستم تنفسی بحث کردیم که سیستم تنفسی شامل گفتیم مجرای بینی، حلقوم، حنجره و اینا بود. همه به ترتیب نام بردیم. شش‌ها بود که چه رقم ما تنفس میگیریم و به کدو قسمت تبادله گازات صورت میگیره. این بود پایان جلسه سوم ما. تا جلسه بعد شما به خداوند کریم بسپارم. الله نگهدار.